برا ابن عازب میگوید بار پیغمبر خدا را در مدینه دیدم، یک ردای سرخ پوشیده بودند، ردای سرخ، لباس سرخ، بعضی بچه‌های رو دارند، موی سرشان چون مشک سیاه بود، ریششان چون مشک سیاه بود، رخسارشان چون ماه می درخشید، بر لباسی سرخ داشتند. وای الله، میگد وقتی که من او رو دیدم آنچنان زیبا و خوشرو در نظرم نمایان شد که خوشروتر از او تا حیات داشتم دیگر کسی را ندیدم. ببینید رسول اکرم چی زیبا بودم. حتی به یادم می آید واقعی پیش از پیغمبریشان بگید ابن عساکر در تاریخش در شهر مکه و جزیره العرب خوشحالی سخت شد. خداوند از این تو خوشحالی جمهوری ما رو نگه دارد. همه مردم به داد آمدند، مالها همه تلف شد. شهر مکه تهدید گرسنگی سخت میکرد. اشراف مکه نزد ابو طالب آمدند، گفتند ابو طالب بیا تو نزد خانه کعبه رو، تو سردار قوم هستی، دعای کن خداوند برای ما باران دهد. راوی حکایه میگوید من آنجا بودم در صحن خانه کعبه. ابو طالب میگوید آمد همراهش یک پسرچی 9 ساله یا 10 ساله بود میگوید و چند طفل دیگری هم همراهش بود. ابو طالب میگوید دست خود گرفت به دست این طفل گذاشت. او چنان زیبا بود که خیال میکردی که آفتاب از زیر ابر برآمده باشد، روش مانند آفتاب جلا میداد. دستش به دست این طفل گذاشت و دعا کرد. حالا دعای ابو طالب تمام نشده بود که بالای شهر مکه را ابرهای بارانی فرا گرفت و باران به باریدن شروع کرد. راوی حکایه میگوید بعدتر دانستم که این طفل بابرکت محمد حبیب دلها بوده است. بنابراین حضرت برا این میگوید که والله زیباتر و خوشروتر از محمد، چی در لباس پوشی، چی در تازه نگاه داشتنی موی سر و ریش خود، کسی را ندیدن. بنابراین بچه های خوشرو، شما هم همیشه تازه باشید، همیشه پاکیزه باشید، همیشه لباساتان آزاده باشد.